دادستانی شهر نیژنیوارتوفسک روسیه پرونده پرسر و صدای جوان 30 ساله زاده تاجیکستان چوکن شرکت روسنفت بهرالدین عظیموف را به دادگاه سپرده است. بهرالدین روز 21 سپتامبر طبیبی را که همسر او را معاینه کرده بود به گپرتوی عیبدار ولتوکوب کرد. او بر اساس قسم یکم ماده 213 بند ا کودکس جنایتی روسیه به اوباشی عیبدار می شود. به وی بر اساس این بند قانون جریمه به مبلغ از 300,000 تا 500,000 یا کارهای حتمی به مهلت تا 480 ساعت و یا کارهای اصلاحی یا حکم زندان به مهلت تا 5 سال تعدیل می کند. بهرالدین عظیموف در دوره تفتیشات تحت حبس خانگی قرار داشت. خدمات مطبوعات دادستانی حوزه مختار خانتی و منسی در اطلاع رسمیش گفت تفتیشات معاین کرد که 21 سپتامبر سال 2021 عیبدار شونده در حدود شفاخانه خصوصی احمد در شهر نیژنیوارتوفسک ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده با استفاده از بهانه بافته گویا به دخل‌ناپذیری همسر او تعرض کردن کارمند طبی که معاینه همسر او را انجام داده بود به اعضای بدن وی با دستانش چند ضربه زده است. در نتیجه به طبیب آسیب سبک به سلامتی رسانیده شده است. بنا به گزارش ها روز 21 سپتامبر تخمین ساعت 15 به نزد دکتر پوست کلینیک خصوصی احمد ولادیمیر ژرنوکلیف یک زن 30 ساله حجابپوش با نام نیلوفر در آمده است. او باید از معاینه دکتر میگذشت. زن اول نخواسته است که او را دکتر مرد ببیند. طبیب به وی مصلحت داده است که به رهبریت کلینیک مراجعت کند تا برایش طبیب زن پیدا کنند. در نهایت زن به معاینه راضی شده است و ژرنوکلیف شکم او را معاینه کرده جواب داده است. بنا به فرضیه تفتیشات بعد چند لحظه به حجره کاری دکتر بهرالدین شوهر آن زن در آمده ژرنوکلیف را لطوکوب کرده است. دکتر لطوکوب شده میگوید در تجربه کاریش زنان زیاد از جمله زنهای مسلمان را معاینه کرده است ولی بار اول دچار چنین حالت شد. ژرنوکلیف حالا هم مجازات بهرالدین عظیموف و همچون جبر دیده تاوان مالیوی طلب دارد. بهرالدین عظیموف در جریان بازپرسی گفت دکتر را برای به همسر او گپ ناجا پرتافتنش زده است و برای این عذر پرسیدنی نیست. من آماده نیستم که عذر بپرسم چون دکتر هنگام معاینه به همسر من گپ پرتافت و این را ذهن من قبول کرده نمیتواند، میگوید بهرالدین در بازپرسی. او همچنین گفت دکتر باید کار خودش را انجام دهد ولی پرسیدن که برای چی تو این خلطه را به سر کشیده بیرون از صلاحیت دکتر است. منظور از خلطه اینجا حجاب است. ژرنوکلیف اعتراف کرد که پوست بدن نیلوفر را تفسیر کرده است ولی به حجاب این زن ایراد گرفتنش را رد میکند. خویشاوندان بهرالدین که نیز در روسیه زندگی میکنند از وی پشتیبانی کردند و گفتند که هر مرد در جای بهرالدین چنین رفتار میکرد.